صدای دل صدای جان می آید، ز کوه و دشت مالستان می آید، ز کوه و دشت مالستان می آید. صدای دلبری جانی می آید، به سمح سی خوشحالی می آید، به سمح سی خوشحالی می آید. صدای دلبر و دلدار می آید، دلارام با لبی خندان می آید، دلارام با لبی خندان می آید. ای گل صد برگ تابستانم ای یار، فرار از ملک مالستانم ای یار، فرار از ملک مالستانم ای یار. همان روزی که ما از تو جدایم، خدا داند پریشان حالم ای یار، خدا داند پریشان حالم ای یار. به نام یاد خدای بزرگ مهربان. سلام خدمت همه شما بنده های عزیز. امیدوارم که در هر جای دنیا هست جانشون جور و اوقاتشون خوش، ایام بکام شم و زندگیشون سراسر از عشق و محبت الهی باشد. خیلی خوشحال در خدمت شما هستیم. دو تا مهمان نازنین خانه از ممده قدمش روی چشم بسیار ما خوشحال ساخته. سلام و درود بلده تمام دوستا بیننده های عزیز. امیدوارم که دوستا در هر جای دنیا هستین جانشون جور و اوقاتشون خوش باشد. دیگه خیلی خوشم دین دوستا، امروز خانه ازمو دیگه آقای جانم لاله جان من خوشم ده. دیگه تشکر دوستا شما که آقای جان را حمایت اینقدر لاله ما دیگه بازم موشون باشه، حمایت های خود دریغ نکن. تشکر دوستا عزیز. سلام، خدا کنه جور صحتمند باشید، خوشحال باشید در هر کجا هستید. دیگه دوستا امروز ما آمدید در خانه آقای صلاحشور لاله ما که حمایت کنید دوستا، تا آخر ویدیو قدرتون باشید. تشکر. سلام عرض ادب خدمت همه بیننده های عزیز، دوستای عزیز، قومای نازنین که همیشه مورا آقای استاد را همه دوستا و قوما را حمایت کردید. دیگه تشکر زیاد داریم از آقای استاد و آقای الرزاق که واقعا لطف کردن. امروز مورا استاد خانهش می دعوت از مور پذیرفتن. دیگه واقعا جهان سپاس از لطف از یا. دیگه تشکر زیاد داریم از آقای استاد و آقای الرزاق، واقعا همیشه دوستا رو حمایت کرده، دست قوما دوستا رو گرفته. دیگه دوستای نازنین دیگه امیدوارم که انشالله ما رو هم حمایت کنید. دیگه هر جای دنیا که هستید همیشه موفق و سربلند باشید دیگه. بله سلامت باشین. دیگه چنانشون بنام چی بود؟ محسن میدیا؟ دوستای عزیز، اینا عزیزات در ایران بود. خب خودشون خبر دارین مشکلاتی که سر مهاجرین آمد، اینا هم بنده خدا دوباره برگشتن افغانستان. دیگه این مالی میخوای از طریق همزی کانال یوتیوب یک لقمنان بخشی خود در بیره. شما عزیزا مهربانا همه رو حمایت کردین، همه رو حمایت کردین، یعنی واقعا لطف کردین. مو هر کسی که به اصطلاح درخواست کردیم، خواهش کردین، حمایت کردین. بنابراین می خواهر عزیز و برادر عزیز رو هم حمایت کرد. به حمایت شما شدیداً نیاز داره. دیگه انشالله را ما ایره بعید از لطف شما نمیدونم. شما یک لطف بسیار کلان دارید در حق ما، چون همه را شما حمایت کردید، دست گرفتین. دیگه دوستای عزیز، اینا هم کس از منطقه زیبای غیغانتوی مالستان زیبایه که ما در بیت خو شعر از مالستان گفتم. دیگه به خاطری که اینا از دیار آقای دلارام، دیار آبی مرزای بسیار قدر داره بخش از ما. دیگه از اونجی تشریف آورد، البته چندین دفعه در ایران بنده خدا در ما زنگ زد که ما خانهش ماییم. دیگه ارزم به حضورت ما نتونستیم خدمت چی برسیم. دیگه اینجا هم یک چند دیره که ما در تماسیم، بنده خدا پیام میگذاره، زنگ میزنه. دیگه ما هم گرفتاریم زیاد بود، سو شاید بجاهات شما دوستا میبینید. دیگه به مخاطر در خدمت از اینا نبودیم. امروز خدا رو شکر کنیم که در خدمت چی رسیدیم. دوستا می چینل یوتیوب شی به نام محسن میدیا، امیال که سایل مونید به خیر، یعنی میره از خیر که سایل نید، هم سابسکرایب کید، هم باز لایک کید، هم یک کامنت خیلی زیبا بنویسید. من انشالله به وجود تک تک شما دوستا قهرمانا افتخار مونم. خداوند به شما خیر و برکت بده. خیلی همزی طریق امروز یک نان مخوره در وطن عزیز ما مطمئنیم که ایشان هم اگر زحمت اگر ویدیوهای قشنگ بگیره، ما مطمئنیم که نان مخوره. دیگه سلامتی دوستا از خداوند خواهانم گفتنی آب الزارم میشنیم.
دیگه در اخیر گفتنی خود از اینا رو میشنیم دیگه، زیادتر وقت شما رو نمیگیریم. ویدیو که زیاد طولانیش نه، دوستا سیل نمونه. همین که درخواست کمک از همکارا کنید. خب دوستای عزیز دیگه تشکر از شما، خدا شما نگاه کنه، خدا شما جانی جور دیگه در هر کجا که هستین دیگه در آرزوهای خوب برسین. اول از خدا را که دوستا چینل آقای جان ما از لاله جان ما در نام مهسا می‌آید دیگه. مهسا نام را که به نظر شما کلگیشون دوست دارین، از اینکه مهسا از نور قدر دوست دارین، مهسا جان آقایم را دوست دارین دیگه. اون چینل هم در نام مهسا جانه. از خیر خوب برین برنامه هایش سیل کن، لایک کن، سابسکرایب کن، همون کامنت های قشنگ رو نوشته کن دیگه. دوستا تشکر از شما دیگه. تشکر که تمام یوتیوبرها را، تمام از ما را همیشه حمایت کردین دیگه. آقای جان ما قدلاله جان را حمایت کنیم دیگه. بچارگو مهاجر شدن از ایران هم دن دیگه، بیتونه که یام یک لغمنان هم زی طریق پیدا کنه دیگه. تشکر دوستا. خیلی خوب گفتین صحبت. دوستای عزیز من تشکر از آقای ما لاله ما که چینل از مریم روز معرفی کرد دیگه. خدا کنه زیبات مورم حمایت کنین، امیر قم که دیگه دوستا رو حمایت منین، یار حمایت نین، مورم حمایت کن دیگه. دوستا منتظر حمایت شما، منتظر کامنت های قشنگ قشنگ شما هستین. تشکر از کلگی شما دوستای عزیز دیگه. خب دیگه دوستای عزیز، بیننده های عزیز، تشکر زیاد داریم از آقای استاد و خاله ما بلرزاک. واقعا همیشه زحمت میکشن، دست دوستار میگیرن، دست قوما را. و تشکر زیاد داریم از شما بیننده های عزیز. واقعا همیشه دوستار قوما را حمایت کنید. امیدوارم که ما را هم حمایت کنید و ما هم تلاش میکنیم که ان شاء الله همیشه برنامه‌های خوب بگیریم تا شما عزیزان واقعا وقت شما ضایع نشنوه. ما هم برنامه‌های خوب بگیریم. در اخیر هم همه شما عزیزان به خدای منان میسپاریم دیگه. ان شاء الله که هر جای دنیا هستید موفق و سربلند باشید. خدا حافظ شما. اونو خرگوشای یا خرگوشای های صد نه انواع اقسام پرنده. چی هم داشته استاد؟ پیپی میگفتی چی میگفتی؟ از او چی سک بودک؟ آره او برده کافی. نه فقط در پرنده که بایدی یک 2 ساعت کلگی شوره خوب زدن منقانون شه. بعد از 2 ساعت باز دیگه جمع خلاص. ايش في المرغ نه استاد؟ آره فیلمرغ و اونوش کس قازه، اونو مرغاییه. آره اونوش هم کیکره. کیکر آره دوستان می‌بینید دیگه. اینی باغوش از مویه دیگه. خدمت هر شود امروز آقای خنجرز لاله هم ده شون دیگه هر نوع پرنده این موجود می باشه. آره استاد. دیدی چطوره دم خروت هست خوب رنگی سفید برایی یم فی المرغ. این آمده فیلم این چیزه یا قاز نگهبان خانه یا نگهبان خانه. قاز دیدی اینا لادن بگانه کود کردن خلصدانه. اونو مغز و بازیشه. ای حوز نار همین بهار درست نه استاد؟ آره بهار کار کنم ما مرغا را سل کن. والا اونو آدوش خوب نرکک باشد اونو خروب اینجی چیز کلنگی. آره بیننده های عزیز، این از باغوش های استاد صلاح شورم. یا هم که نگهبان خانه بخواه. آره نگهبان خانه خیلی لوکس نمیاد؟ آها خیلی خوش نمیاد زیاد؟ آه خیلی
ما خود فلزیا بخیر دیگه هیچ خوب نخو مرغای هر سک چیز بکسه تمیز تمیز هر روز آبازین یعنی زی دیگه گردن خلوف دیگه این رئیس کل گیشه دیده نرکا که فیلم مرغایی ماتکاک شونو طرف اینجاش چی آقای استاد؟ اون مترسه دیگه و چیزایی نه یعنی این تو پورو منو رو بس فرش که ما این قسمت فرش دیگه آقای استاد امسال وضعیت آب در جاغوری چه والله قسمه؟ او کم ضعیفه بخاطر بارندگی نیده تمام افغانستان ایران امسال از لحاظ بارندگی ضعیفه نه آره دیگه خدا کنه که بعد بارش نمونه هرچی دعا نیمو مردم هیچ دعا هم اثر نمونه دنیاش کستانی فیلمو رو بخون چی؟ اینیا کستا کلنگیه خوری کلنگی سکش تو کچکته یا چیچای هنوز مرغ تخمی هم درد؟ تخمی نه ولی تخمی اونو یک دانه در اونجا است تخمیه دیگه دیگه اینی مرغایی هم بعض موقع چی نمیزیه کار میده ها کی کارا آفرین اینا در داخل دارن تخمه ده اول زاد پسی این شیر این هم نه دار میگره